عزیزم گول اینایی که میان میگن خمیر دندون، سرکه، نمک، جوش شیرین، فلان بهمان و قاطی کن با هم دیگه، بیا کابینتاتو تمیز کن، بیا نمیدونم فلان کن و نخور. بیا تا بهت یه ترکیب جادویی نشون بدم ببین چی کار میکنه. این کابینت من بالای فره، ببینید این گرد و خاکاشه که حتما چربم هست دیگه، من دست کشیدم مشخص بود. یه دستمال تمیز و نمدارش میکنیم، یه مقدار مایع ظرفشویی روی اون دستمال میزنم، راحتی تمیز میشه. با یک بار کشیدن همه اون چربی ها و گرد و خاکا، مخصوصا چربی رو خیلی خوب پاک میکنه و دیگه نه ردی ازش باقی میمونه نه نیازه که دوباره بعدش دستمال بکشیم. بهترین پاک کننده ظروف و لوازم آشپزخونه استفاده کنی، حالش ببرین. کانال منم سابسکرایب بکنید تا ترفندهای بیشتری بهتون یاد بدم. مرسی.